جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله. یک سال چند روزه؟ آفرین. حساب بکنی 365 روز در سال گذشته. تمام شد. امروز روز سوم سال جدیده ها. آیا بعد از اینکه این 365 روز تمام شد ننشستی رو به قبله که خدایا تو این 360 روز بند اگر نقصی، انحرافی، خطایی، لغزشی بود، خدایا من میخواهم که این خاتمه را با مهر توبه ختم بکنم. میگن روز قیامت که دفترها عرضه میشه صفحات اعمال من و تو به خداوند هر صفحه که ورق میزند نگاه میکند، نگاه به گناهان نمی کند که تو هر صفحه چقدر گناهه. خداوند فقط دنبال توبه ها و استغفارها تو صفحات میگرده. خصوصا اگر پایین هر صفحه توبه و استغفار جانانه باشه. 365 روز از خدا عمر گرفتیم. به نظر من و شما یعنی بعد از این 365 روز نباید بنشینیم بگیم استغفرالله. این 365 روز چطوری سپری شد؟ دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم. دعا دست آسمان بلند میکرد، میگه یا رب اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. قال الله اگر منو نزد خودت نوشته بودید که عبدالله ابن عمر شقیست، بدبخت، محرومه، خدایا التماست میکنم شقاوت رو از من پاک کن. عبدالله ابن عمر دنبال سعادته. من تلاش میکنم، تعهد میدم به تو ای خدا که اون چیزی که در توان منه انجام بدم که تو رو راضی بکنم و خودم رو سعادتمند بکنم. خدایا من رو جمله در جمله و زمره سعادتمندان بنویس. آیا سعادتمندی برای من و تو و خانواده من و تو و اولاد من و تو حیاتی است؟ جمال الوجود بذكر الإله